فکر کنم اینجوری با هم تداخل پیدا کنیم. نمیتونی حرف بزنی هم حواستا بده که این بازی کسی رو قرار تموم شد. چی؟ یه قابلیت و قابلیت ها اضافه کردم. بله بله. دارم جون میدم سر یه عقب زدنم. آدم باش. اینجوری آدمی؟ چه خبر؟ همه چی هم معمول، همه چی عالی. خب مامانه چطورن؟ داداشت چطوره راستی؟ لباس می‌پوشه؟ کجا لباس می‌پوشه؟ کجا؟ اون دور دورا؟ مرکز شهره؟ آره کجا پاساژ سیتی سنتره؟ ستاره شهر؟ غذا فروشه؟ کنار غذا فروشیه؟ غذا میفروشه؟ میوه فروشی داره؟ باید بدونم داداشت کجا. من چه ربطی داره؟ نمیدونم ولی باید بدونم. خب خودش تو لباس فروشی مال خودشه پیش کسی کار میکنه؟ پیش کسی کار مال خودشه. درست. لباس زنونه یا دخترانه؟ زنونه یا دخترانه؟ بگیرم پوست دارم میکشم، این برای پوست میکشم، این برای پوست میکشم و با اعتماد به نفس دارم به کارم ادامه میدم. اصلا با هم تعامل کردیم لباس پوشیدن؟ نه خیلی اتفاقی من مشکی پوشیدم. این که باید مشکی میپوشید در هر صورت. آخه خیلی شایع. خیلی جالب ست شد. خیلی. سر قلبامونه که به هم نزدیکه. یه چیزی یادتونه چه رنگ داشته بوده؟ طولانی میشه؟ اصلا طولانی نمیشه. طولانی بشه بهتره یا سری بشه کار زشت بشه؟ دومی؟ سری بشه کار زشت بشه. خیلی خوبه. از تایمتون کم میکنم. می‌کنی ببرم بعد با سرسام دوباره باید روش پولیشش کنم. سلام چیزیش کنم. من مدیرتونم. دستش خط بیفته. آره بشه. آره میدردتون. یه هلو بگو. هلو. تا وقتی قراره من با دست چپ کار کنم ببینم قراره حرف نزنه موزیک بذاریم. موزیک که میتونی گوش بدیم. من دلم باشه تا آخرشم راته هر کجا این کمپلکسی بزنه کم دست چپ تو رو خدا از اینجا ببرش و من رحم کنی. ناز هم چشم پر از نازمه روی پیمان گر بخواهی. چی شده پردیس؟ دوست داری حرف بزنی؟ نه؟ خب میخواستم بگم که چالشت تموم شده ولی حالا که گفتی نه میتونیم ادامهش بدیم. نه دیگه خودت خواستی دیگه خودت گفتی ادامه. خودش هم تقلب کرده. نمیشد رئیس زد.
من یه صفحه کار دیگه بهت بدم. یس تایمت کم کنم. این فرقه چی؟ تموم شد. چالش تموم شد. نه من کی گفتم؟ مگه نگفت نه. تموم شد مثلا موافقت هم نشد. برام ویدئو که ضبط میشه. مواد گذاری هم با دست چپه. میرم میرم. ساده والا بچه شدی؟ مشتبه قطعش کن. مشتبه تازه دستش برش بشی. اما سعی فکر نکن من این سمت هوا اون دوربین داره میگرده تقلب نکن. هرگز رو تموم میکنم میتونه صحبت کنه. شیرین شروع میکنه. شیرین همچنان با دست چپ ادامه میده. الان سخت نبود. کلشون کاور بودن شیرین رو بزنیم بعد میزنم بعد قبلش بزنیم دوست داشتی دست شب بودی؟ هیچ وقت بعد با دست راست کار کنم چون لوله کش داره چون میشه؟ لوله کش داره میاد خیلی قانع کننده بود. چرا دیگه باید لوله کشی میخواد به اینجا بکنم من باید روز کنم تمام با خدا راست میگم با خدا راست میگه. حداقل تا یه دونه قالب رو باید بذاریم. خب نمیشه چرا برای که باید با دست راستم بزنم الان میگه چرا؟ میخوام اون لوله زنبوری رو بزنم بعد با تمام بزنم که کنار هم دیگه بشم چه داری؟ حداقل یه دونه انگشت رو باید بزنیم. یه دونه انگشت. بزنیم که چونه بزنیم. مثلا یه خورده نشانه ریزی بین این باید استفاده کنیم. میتونی حرف بزنی به نظرم اگه به ترتیب بزنی خوشگل تر میشه یه ناخونشو زدم من فقط شد میتونم برم اون دست اصلا کنم راحت شدی الان. قرآن مجید سردرد شد حدیث انگار چالش روش مونده هنوز. بتونم چنان خوبه. دیگه صحبتش نمیاد. اصلا دلم شکست. از حرکت. سال اینجوری بهم هدیه ندادم. بند وجودت داشت درگیر تلاش میکردم. بسشه؟ مشتریات فالوورات فالوورا برم دستکش بیارم حالا بزن یاد میگیری وقتی روی یه چیزی ایراد داری انقدر انجامش بده تا توش بی عیب و نقص بشه دورم نزن بابتش
اون سالن ناخونه دیگه، سالن اصلاحی دیگه که نیست. همیشه از اون بر شروع کنم مربوط گذاری کردن به این بر. از بالا؟ از بالا. از قدری که میخوای بگیری یه پایین. حجم مواد از کم بیشتر. باید این سه تا بند انگشت مشتری رو بگیره به این شکل. اشاره با شست بیان داره. این با این اشارت اینجا رو بگیر، شستت آزاده. خب حالا برو قالبتو بذار، برو داخل قالب برگردون، حالا با این شستت انتهای قالب بگیر. پایین‌تر نکشم نه حالا. خوبه، نه خوبه. استوب. حالا برو بزن پشتش رو. متوجه شدی؟ تو برق روشنم هست. اینش محکم نبود. اگه مشتری رو بخواه نیم کره چپ مغزم داره درد میکنه. یک روز دست چپ بودن چطور بود؟ ببین الان دقیقا از اینجای سرم تا اینجا داره درد میکنه. خیلی فشار آوردم به نیم کره چپ مغزم که کار کنم. ولی نتیجه خوب بود به نظر. نه خوب بود. خیلی خوب شد. با اینکه انقدر اذیت بودی ولی خب آره. خوب در اومد.